سلام، ما در این جلسه اومدیم با فعلای مختلف که برای ضمایر مختلف میشن آشنا بشیم. ضمیر اولمون I هست که برای فعلش ما از فعل ام استفاده میکنیم. اگر در متن‌های مختلف ما میتونیم اینو به صورت آین و مخفف شده ببینیم که املاش به این صورت است: I ویرگول بالا ام. ضمیر بعدیمون یوه که برای فعلش از فعل آر استفاده میکنیم. در متن‌های مختلف میتونیم این کلمه رو به صورت یور ببینیم که املاش به این صورت وای او یو ویرگول بالا ای حذف میشه آر ای. ضمیر بعدیمون هیه که برای فعلش از فعل ایز استفاده میکنیم. اینجا مخفف شدهش میشه هیز، ولی ما نباید این هیز رو با هیز مالکت اشتباه بگیریم و املاش هم به این صورت از اچ ای ویرگول بالا آی حذف میشه اس. ضمیر بعدیمون شیه که برای فعلش از فعل ایز استفاده میکنیم و املاش هم به این صورت است اس اچ ای ویرگول بالا دوباره آی حذف میشه و اس. ضمیر بعدیمون ایت هست که برای فعلش از فعل ایز استفاده میکنیم عین هیوشی. املای اینم دقیقا مانند هیوشیه، میشه آی تی ویرگول بالا آی حذف میشه اس رو مینویسیم. ضمیر بعدیمون که میره توی ضمایر جمع میشه وی، برای فعلش از فعل آر استفاده میکنیم و اینم عین یو بخوایم مخففش کنیم میشه دبلیو ای ای حذف میشه ویرگول بالا آر ای. ضمیر بعدیمون یو هست که اینجا یو به صورت جمع استفاده شده و به معنی شما هستش و برای فعلش از فعل آر استفاده میکنیم که اینم اگه بخوایم به صورت مخفف شده بنویسیم همون میشه وای او یو ویرگول بالا ای هست میشه آر ای. ضمیر بعدیمون they هست که برای فعلش آر داریم و اینم اگه بخوایم به صورت مخفف شده بگیم میشه تی اچ ای وای ویرگول بالا ای هست میشه آر ای.